يعني إمام أحمد رحمه الله يعني نعم يقول في حقه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره، عن الدنيا ما كان أصبره، يعني تشخيل مثلا الدنيا صبر كان ها، وبالماضين ما كان أشبهه ها، الدنيا يعني شيء ماضي هابه يعني تابعين وتبع تابعين بچی بود يعني تشخيل مانند بود يعني تشخيل مثلا مانند ترين آدم بود مثلا من صحابه تابعین هابه اتت الدنيا فاباها، دنیا آمد، دنیا آمد خونت ولیکن باید دنیا رو گردانید، دنیا آمد باید دنیا روی گردانید. الله اکبر. و شبه فنفاها، شبه ها آمد، شبه های نفی کرد به علم. فهمدید؟ اصبره ما كان عن الدنيا اصبره. نه یعنی دنیا مثلا چه دنیا صبر کرد، یعنی صبر معناش چی گفتیم؟ یعنی لغوی معناش الامساک، حبس النفس، یعنی خودش از دنیا حبس کرد. گفت که دنیا به چی؟ دنیا وقتی که اومد داره محکم کرد، دنیای نموند خونش به در اومدن، یا که دنیای چیکار کرد؟ یعنی دنیا خونه محکم کرد از خونه بر اومدن نموند، یعنی گفت از دنیا خودش چیکار کرد؟ یعنی معناش دور کرد. ها دور کرد. فهمیدید؟ يعني هم بين محمد بن منكدر و مالک بن دینار. محمد بن منكدر هیچ وقت یک حتی از سلطان ها از ولی ولات الامور هدیه نمیگرفت، یعنی منت عادت ولات الامور سردارهای دولت علماها به چه هدیه یاردم هدیه داده نیستن، یعنی لا بس، یعنی این چیز مثلا چه حلال این چیز گرادش گاب نه انسان خیلی که بعضی اهل علم میگرفت و مالک بن دینار رحمت الله علیه میگرفت این چیزا. فهمید؟ میگرفت. و محمد ابن منکدر این چیز یعنی چی پرهیز میکرد، نمیگرفت، میگفت که حاجت نمیگفت، یعنی حرام نمیگفت، چی نمیگفت، میگفت که حاجت هم نچو میکنم میگفت، یعنی این چیزا. فهمید؟ یعنی زهد این چیز. بار بارها میگه که مالک ابن دینار میگه که خیر میگفت اگر حاجت نباشد میگفت گیر سون دیگه رو تقسیم کردی ها، یعنی حاضر مثلا محمد ابن منکدر یک ریالش یک دینارش، یک دینارش یعنی همین نانش به چشمه میرسد، یعنی ها خوردنش های نوشتنش به میرسد، یعنی حالت فقیری کم بغلی، لیکن اگر گفتگی نمیمرد انسان. میگه مدام میگه تو محتاج نمیگه، یعنی همین 100 دینار 1000 دینار ولی الامر تیاد گیر کم بغلا به تقسیم کردی برابره. فهمدید؟ ها کم بغلا به چی تقسیم کردی؟ مثل امروز جمعیه های مثلا چی داشون، جمعیه هایی که احیاء تراث و جمعیت البر مثلا همه سیستمشون همین میگه که ما میگیریم حبوی ها کم بغل ها میتیم. فهمدید؟ ابن منکدر چی میگه؟ میگه که یا مالک میگه نیت تو میگه آیا میگه بعد از همین مال گرفتن مثل پیش از گرفتن برای باقی میماند. فهمدید؟ یعنی پیش از گرفتن مقصنیت 100% انشاءالله میگیریم تقسیم کردیم میتیم، لیکن وقتی که کیسه به در اومد با همین نیت جوشن میموند یا نمیموند؟ دیگه خیلی میشد نیت داره ها. بعد از که خودش اومد یعنی خود شد میگه خیر حقیقتا یعنی منم بودم که ها تو که مثلا نون مثلا چی خوره میگردی خام خیلی نه دیدت فقه امام رحمت الله علیه ها انا خیلی چیز هم به شیخ مقبل رحمت الله علیه میگه که سو اصحاب جمعیه ها میگه وقتی که جمعیه شد میگه مسکین کم بغل ها بود میگه خیلی شد نیت همین ما میگه محتاج همین چیزا و ما مسکین ها به یاردم دادنی. یک وقت میبینید که مسکین ها میرن خیر انا ما یتیم ما مسکین ما طالب علم خیلی صبر که حال چیز ما دیگه، لیکن دیگه طرف بینید خونه ها پوشت است، ماشین ها خریده فایتین مثلا نه اگجو خواه، یعنی وقتی که میبیاد میگوید که یعنی میگوید یک صدقه میبیارد از جمعیه به میگیم برای یتیم ها میگوید خیلی ما یتیم میگوید یعنی ها 50 سال خودت میگه پدر مادرم نیست ما یتیم آفرین یتیم تو آدم هایی نه. یعنی امام رحمت الله علیه سال چند 64 164 وفات کردگی ماه ربیع الاول 164 تولد نام 164 هجری چشدگی تولد شدگی رحمت الله علیه سال تولد 164 ها. و طلب العلم وفات مالک گفتیم چند 179 یعنی وقتی که طلب علم آغاز کرد امام رحمت الله علیه چند ساله بود 15 ساله بود
15 سالشان طلب علم ترک کرد یعنی و الا یعنی امام از خوردهش یعنی بلاغت به نارسید حافظ قرآن بود طلب علم گفته چیه میگیم یعنی طلب علم گفته یعنی ترحال رحله برآمد یعنی یکم بار مثلا از بغداد کوفه با اومدگیش 15 ساله بود یعنی وقتی که امام وفات کرده سال امام یکم رحلهش از کجا از بغداد کوفه برای طلب علم اومدگی بود و الا بغداد اند از همین 6 سال 7 سالگیش طلب علم میکرد امام رحمت الله علیه فهمید طلب علم گفته نزد علماها به چه میگن یعنی ترحال رحله به برآمدن نزد علماها به یعنی چه جدی علم گرفتن انا به چه میگن طلب علم میگن یعنی و تو نام شیخ خوش گفت مثل هشیم ابن بشیر و هاشم ابن ابی عبدالله و جریر ابن عبدالحمید الضبی اینا همش از رجالای کتب سته ترا سفیان ابن عیینه الهلالی ابو محمد المکی مکه به نزد سفیان ابن عیینه به سفر کرده بود امام احمد رحمت الله علیه و یحیی ابن سعید القطان یعنی ها و ما ادراک ما یحیی سعید القطان امام من ائمه اهل السنه والجماعه مثلا یعنی کان یعنی مشهور بالحفظ حتی سفیان الثوری چی گفت یعنی وقتی که بغداد به اومد عبدالرحمن ابن مهدی یعنی اینا همش سفیان ثوری یعنی شیخ امام احمد میشه سفیان ثوری اکثر 61 وفات کرده اکثر 64 یعنی همین یحیی بن سعید قطان عبدالرحمن ابن مهدی سفیان ابن همینو به سفیان ثوری شیخ میشه وقتی که بغداد به اومد ثوری رحمت الله علیه که به عبدالرحمن مهدی گفت که جئنی برجل گفت یعنی لاذاکره یعنی مذاکره باب مذاکره میکنیم گفت یعنی حدیثای که یادم بن اومده میگه وای من به یاردم میتونم من وای به یاردم میتونم وقتی که میگه که ابن مهدی یحیی بن سعید قطان آوردم بعد از خفتن شتن تا نماز بامداد چه مذاکره حدیث گویی بعد از که بامداد خونده همه خونه برگشت ابن مهدی میگه که ثوری گفت که اما قلت لك جئني بانسان قلت بلى قد فعلت یعنی اتيتك بانسان میگه که لا انك اتيتني بشیطان میگه یعنی تو هم شیطان آورده میگفت یعنی از حفظش و از مثلا چقوری بسیار حفظش شیطان گفت یعنی این شیطان از باب توصیف یعنی تعدیل یعنی این مثلا تعریف کردن تعدیل ثنا یعنی امام احسن قطان حفظ بس سخت بود رحمت الله علیه برای من یحیی بن سعید قطان مثلا روایت به معنا جایز نمیگفت روایت باید که بلفظ حدیث روایت کرده شان میگفت یعنی به حفظ معروف بود رحمت الله علیه یحیی بن سعید قطان و محمد ابن ادریس الشافعی یعنی الشافعی معروف یعنی شیخ من شیوخ امام احمد و یزید ابن هارون اصله بخاری یعنی هو یعنی که بود یزید ابن هارون یعنی شیخ عباد دائم که میگوت یعنی میگوت که احمد ابن عبدالله ابن یونس هو الذي لقبه امام احمد به شيخ الإسلام وكذلك يزيد بن هارون كذلك هو ملقب بماذا بشيخ الإسلام يزيد بن هارون أصله بخاري هو الملقب بالحمال قلت حمال بود يعني وعبد الرزاق إنك عبد الرزاق بن حمام الصنعاني نعم عبد الرزاق بن حمام الصنعاني امام احمد يعني خاص برای چرافت يعني مکان ده دید مکان ده روایت نکرد گفت که من نچه العلم لا يأتي انما يؤتى إليه که جواب صنعا به سفر کرد رحمت الله علیه صنعا به سفر کردند یعنی حدود یمن به رفته چی نفقهش تمام شد همینند خر گرفته کراکاری کرد به خر کار کرد نفقه کامل کرد سون صنعا به رفت وقتی که صنعا اومد شنید که عبدالرزاق وفات کرد این دویم سفرش بود یکم سفر روایت کرد لیکن دویمنده چی نتونست یعنی وقتی که صنعا به میدرویت میگن که امروز چی عبدالرزاق بس جنازه خونده و امام چی گشته اومد رحمت الله علیه وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد وروى عنه ابناه صالح وعبد الله هر دوشم چه يعني علماء من اهل علم بدگی هر دوش قاضی بدگی قاضی من القضاة بدگی والبخاري ومسلم وابو داود وابراهيم الحربي ابراهيم بن مسلم الحربي وابو زرع الرازي وهو عبيد الله بن عبد الكريم نمش عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ابو زرع صاحب ابي حاتم نعم وابو زرع دمشقي وابن ابي الدنيا وابو بكر الاثرم وعثمان بن سعيد الدارمي الهروي و ابو القاسم البغوی از همه آخر یعنی برای اینکه این متأخر جدا ابو القاسم البغوی چی بدگی یعنی معمر بدگی نعم بغوی صاحب تفسیر و صاحب کتاب الصحابه بدگی نعم و روى عنه من شیوخه عبدالرحمن بن مهدی نعم اینا مثلا طلابهای مثلا امام احمد بدگی نه
وروى عن هو من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والاسود بن عامر. یعنی اینا همش کیو شیخوش حتی از امام احمد روایت کردگی. ومن اقرانه علي بن مديني ويحيى بن معين. نعم اینا از اقران ها یعنی هم باشن هم سال های امام احمد رحمه الله. قال البخاري مرض احمد ليلتين خلتا من ربيع الاول، یعنی دویم خلتا دویم ربيع الاول. ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه، یعنی 12 ربيع الاول، یعنی چی ربيع الاول چی شد، یعنی وفات کرد میبود رحمت الله علیه. گذشت خلط يكون في خلطها دویم، یعنی خلط دویمی یعنی ربيع الاول میشد. فهمتید؟ دو روز از ربيع الاول گذشتگینده. یعنی ليلتين خلتا، يعني خلتا ليلتين يعني. نعم ليلتين خلتا. وقال حنبل إن حنبل ابن إسحاق ابن حنبل ابن إسحاق ابن حنبل إن كم يشهد، يعني فرزند دادر امام احمد، جن امام احمد حنبل نمش. حنبل ابن إسحاق ابن حنبل ابن إسحاق ابن محمد ابن حنبل. نعم. مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة. وقال ابن عبد الله ابن فضل ابن زياد مات 12 ربيع الآخر. لكن قول بخاري و قول حنبل صحيح، يعني ماهی چننده ماهی ربيع الأول وفات کردگی رحمت الله علیه. ماهی چنده ماهی ربيع الأول سال چند 41 241 هجری وفات کردگی. والحمد لله رب العالمين وصلى الله